رجب‌پور غیب‌آموز، پیشگو در همه زمینه‌ها، واقف به اسرار مگو در خدمت شما. ستاره شناسی، ملاقات با اجدادتون، احضار روح، فال با روده مرغ، مراقبه ماورا و طبیعه، جادو جمل. رجب‌پور غیب‌آموز، واقف به حکمت 1000 ساله شرق و خاور میانه. البته اول اسمم مارسل بود، مارسل پلوشه، متولد کوچه فیدو کالور، محله رپوبلیک در پاریس. چطور ممکنه که کروموزوما این جونه برای باهوش تا این حد اشتباه کنن؟ سر نمیارم. میخواین آینده‌تون رو بگم؟ دستم انداختی؟ یکم، ولی بعضی از خودشون آیندهشون رو بهشون بگم. مسلما اینجا نه. حتی اینجا باورتون نمیشه چه پولی تو این 6 ماه به جیب زدم. تنها مشکل اینه که فعلا این پول به هیچ دردم نمیخوره و آیندهم نامعلومه. به هر حال آدمو سرگرم میکنه. غیر قابل تحمله. هرچی باشه 6 ماهی که تو اقما بودم اعمالمو توجیه میکنه. نه بابا این محل رو گفتم، این انتظاره رو. زندون دیگه چه فرقی میکنه؟ چه اینجا چه هر جا، تنها راه فرار پنجره‌های مرگه و هیچ کی هم نمیدونه این پنجره رو به کجا باز میشن. اون پایینا میدونستیم قراره بمیریم، ولی رومونو برمیگردوندیم تا راه آهنو نبینیم. نمیخواستیم قطار رو ببینیم، به خودمون میگفتیم که قطار بعدی مال ما نیست. اینجا ساعتهای قطار مشخصه. عجیب اینجاست که دلپذیرتره، باور کنید. چرا آدم شکمو میشه، قدر چیزا رو میدونه و از هر لحظه استفاده میکنه. حالا دیگه هر لحظه رو مثل آب نبات مزه میکنم، بازش میکنم، طعمشم میچشم. اینجا چطور میشه تفریح کرد؟ دقیقاً همینم همه چیزو عوض میکنه. آدم اینجا تفریح نمیکنه، فقط سرشو گرم میکنه. اول اینکه اینجا با کلی آدم آشنا میشین. اگه شانس بیارین و مدت‌ها تو بخش مراقبت‌های ویژه بمونین، ملاحظه خواهید کرد که کلی آدم از اینجا میگذره. هر روز یکی میاد و یکی میره، بعدش آدم با هم گپ میزنه. همین کاری که ما داریم میکنیم. من حرف مهمی نمیزنم، حرف جالبی هم برای گفتن ندارم. شما هم همینطور، اما داریم گپ میزنیم، با این معنیش اینه که من وجود دارم. شما هم همینطور و بین ما روابط انسانی بافته میشه. جذابه مگه نه؟ و فایدهش چیه؟ حالا اینکه با آدمایی که مسلما دیگه هیچ وقت نمیبینین روابط انسانی برقرار کنید، چه فایده‌ای بالای شما داره؟ اگه فقط مایلین با چیزایی که دووم دارن معاشرت کنین، برید با صخره و سنگ و کوه صحبت کنید. اما اگه اونا هم مثل شما سختگیر باشن، بعید میدونم محلتون بذارن. تیرتون به هدف خورد. میبینید که زندگی میتونه با مزه و جالب باشه. اوه وای ببخشید. میبینید که اغما چقدر میتونه شادی آفرین باشه. افسردم. همیشه افسرده بودم. شاید بچه یه لوسی بودی. چرا اینو میگی؟ برای اینکه قیافتون بدک نیست، برای اینکه به نظر خیلی هم ندار نمیایین. مثل بچه ای که به نظر میرسید وسط اسباب بازی که بهش دادن حوصلش سر میره. به نظرتون آدم حقیری هستم؟ ابداً، باعث خوشنودیه که پول دارم مشکل دارم. خیال نداشتم جلب ترحم کنم. بی اشتهایی چه بسا بدترین درد هاست. وقتی که سیر به دنیا میایین، قبل از اینکه فریاد بزنید دهنتون رو پر خوراکی میکنن. پیش از اینکه درخواست کنید بوسه میگیرید. قبل از اینکه پول درارین خرج میکنید. اینا آدمو خیلی اهل مبارزه بار نمیاره. برای ما بی اقبالا چیزی که زندگی رو اشتها آور میکنه اینه که پر از چیزایی که نداریم. زندگی برای این زیباست که بالاتر از حد امکانات ماست. من رو خوب درک کردین. برعکس، چیزی که شما درک نکردید اینه که برای شما ما شکم سیرا و شکم گرسنه‌ها همیشه زندگی بالاتر از امکاناتمون. ببخشید؟ برای اینکه متعلق به ما نیست. بعد ازم میگرفتنش تا قدرشو بده. مشکل بهشت هم همین بوده. کلمه بهشت بعد از تابلوی خروج نوشته شده. نه ممکن نیست. تو کلم به جای مغز پهن گذاشتم. دیروز تا حالا به خودم میگم دیگه وقتشه به چیزای مهم فکر کنم. به چیزای عمیق. به جای این تمام هوش و حواسم پیش یه لکه دیواره که نمیتونم پاک کنم. اینجا همه مثل من احمقن. قابل بحثه. خودم خوب میدونم که کلم برای افکار بزرگ زیادی باریکه. ولی با این حال اقلن ای کاش تنگتر بود و انقدر احمق بودم که خودم حالیم نشه. خواهرم اینطوریه. تا این حد احمق. قاعدتا دیگه نباید حرف بزنه. باید جو بخوره. اما اون آی حرف میزنه. نه هیچی باعث تعجبش میشه و نه کسی میتونه جلودارش شه. آدم باید اینطوری باشه. من فقط انقدر باهوشم که عذاب بکشم. هممون همینطوری. نه اونایی که درس خوندن و فکر میکنن. اونا چی بیشتر میدونن؟ چه میدونم؟ اما وقتی میدونن راستی میدونن.
وقتی هم نمیدونن میدونن که نمیدونن. اونا مثل من دست و پا نمیزنن. اگه منم یه دور دیگه فرصت داشتم میدونی چی میشدم؟ فیلسوف ماری مارتن. فیلسوف برجسته. حالا اگه آدم فیلسوف باشه نمیمیره؟ چرا؟ ولی بهتون کمک میکنه زندگی کنین. به نظر شما اون بالا چه خبره؟ هیچی. مگه اونجا بودین؟ نه. پس چی میگین؟ مرگه، همین براتون کافی نیست؟ نه، من که تا حالا هیچ وقت نمردم. از اون بساطهاییه که هیچکی نمیشناسه. فقط یه چیزهایی دربارش شنیدیم. تازه اونم بفهمی نفهمی. چون کسی که از اونجا برنگشته. شمایی که احضار روح میکردین. لابد مرده ها به شما یه چیزایی میگفتن. مسلما مثلا چی؟ که از مادر زنشون متنفر بودن، عاشق منشیشون بودن، که تو زندگی شکست خوردن، که دلشون میخواست دوباره پیانو بزنن، دوباره میل بافتنی دستشون بگیرن، بافتنی ببافن، از این مزخرفات. دیگه چی؟ مردن آدم عاقل‌تر نمیکنه. فکر میکردم میکنه. خودمونیم. اصلا نمیگفتن اون بالا چه خبره؟ نه، بابا بالاخره با شما حرف میزدن. یعنی وجود داشتن. یعنی میخوام بگم یه جورایی نمرده بودن. شاید یعنی چی؟ بالاخره باهاتون حرف میزدن یا نه؟ بابا اینا تمامش تخیلات خودشه. خب معلومه. مرده ها اینجوری حرف میزنن. درسته که بعضی وقت تایی کلم صداهایی میشنیدم، ولی شبام تو خوابگاهی شبیه این صدا رو میشنوم. چیزی رو ثابت نمیکنه. آهان، فهمیدم. معلوم میشه که یه غیبگوی واقعی نبودی. کسی چه میدونه؟ شایدم. دیگه شوخی بسته. هممون خوب میدونیم چه اتفاقی میفته. ماری شما خاطری از قبل تولدتون دارین؟ نه. خیلی خوب. پس بعد از مرگتون هم همین میشه. یعنی چی؟ هیچی مطلق. عدم نیستی. دست نگه دارین. بین قبل از من و بعد از من یه اتفاقی افتاده. تو این فاصله من وجود داشتم. آره یه مسابقه برگزار شد. مسابقه‌ای که نباید برگزار میشد. ولی بالاخره انجام شد. مسابقه احمقانه، بیهوده، بی نتیجه، اشتباه محض. اینو فقط در مورد من میگین یا به طور کلی؟ این رو برای شما میگم، برای خودم، برای غیب آموز، برای همه. داستان بشریت مثل یه مسابقه‌ای که آخرش بد تموم میشه و من نخواسته بودم تو شرکت کنم. آره، شما انتقاد میکنین چون فکر میکنین اون بالا خبری نیست. معلومه. اگه دلهوره عدم و نیستی رو نداشتم شاید به چیزا بیشتر دل میبستم. به آدما هم همینطور. هر وقت یه کاری، یه برنامه رو میخواستم شروع کنم به خودم گفتم خب فایدهش چیه؟ چرا باید وقت و نیرومو برای خاکستر هدر بدم؟ و هر بار یه زنی فریاد میزد همیشه دوستت خواهم داشت، بازم به چی فکر میکردم؟ به خاکستر. و وقتی میخواستین عشق بازی کنین؟ ماری این حرفا چیه؟ چی رو چیه؟ شماها دلتون نمیخواد ازش بپرسین؟ چرا ولی؟ شما به این سوالی که غیب آموز جرئت نمیکنه ازتون بپرسه چون با تربیته جواب بدین. وقتی میخواستین وقتی شما پس بازم خاکستر؟ نه ابدا، اتفاقا بهترین کاری که با زنا میکنم. خب تعجبم نداره چون خیلی طول نمیکشه. ماری خوش به حال شما و اونا که گاهی خاکستر رو فراموش میکردین. حتی وقتی تو خیابون راه میرفتم به واقعیت اعتقاد نداشتم. پالتو، کلاه، کفشی رو میدیدم که از جلوم میگذرن آدما رو، ولی اونا رو از جسمشون خالی میکردم و اسکلتشون رو میدیدم که همه چیز یه روز از بین میره. انگار یه دستی در درون من بود که نمیذاش وارد زندگی بشم و اون فکر مرگ بود. اگه بهم اطمینان میدادن که بعد از این زندگی یه زندگی دیگه هم هست، حتما وضع فرق میکرد. عجیبه. فکر مردن باعث میشد که قدر زندگی رو ندونی؟ بله.